سلام، امروز آموزش برش و دوخت لباس نوزاد 4 ماهه رو داریم. برای دوختن این لباس من از تکیه پارچه‌های اضافه‌ام استفاده کردم. من 2 تکیه پارچه گلدار دارم به این حالت که پارچه‌مو دلا تا میزنم و الگوی جلومو اینجا رسم میکنم. از این قسمت پارچه که جلوی بسته هم هست از بالا شروع میکنم، 1 سانتی متر جای دوخت رو رسم میکنم. حالا میخوایم از این خطی که رسم کردم در دولای بسته به اندازه بلندی بالا تنه به پایین بیام و یک خط صافی رو رسم کنم. حالا برای رسم یقه به اندازه 5.5 سانت به داخل میرم و اینجا سرشونه ما هم میخوام رسم کنم. 5.5 برای سرشونه به داخل میرم و 1 سانتی متر شیب میدم و این 2 خط رو به هم وصل میکنم، خط سرشانه. اینجا برای بلندی حلقه آستین از خط سرشانه‌ای که رسم کردم به اندازه 7 سانتی متر به پایین میام و یک علامت میزنم. این خط که بخوایم رسم کنیم میشه خط سینه. الان به اندازه 1/4 دور کمر رو در پایین علامت میزنم و 1/4 دور سینه رو هم علامت میزنم که شده 12 و 11.5 و این خط سینه و کمر رو به هم وصل میکنم. برای بچه تقریبا دور کمر و دور سینه همیشه یک اندازه است. خب از خط گردن تا خط سینه رو نصف میکنم و 1/2 کارو رو علامت میزنم. کارو رو من 9 در نظر گرفتم. حالا با گونیا یا با دست خط سینه و خط کارو رو به حالت هلالی باید رسم کنیم. اینجا میبینم که توی دید سرشونم خیلی زیاد در نظر گرفتم، پس کم میکنم و اینجوری رسم میکنم. برای گودی گردنم 4 سانتی متر به پایین میام و هلالی میکنم یا با دست یا با گونیا. الان با در نظر گرفتن جای دوخت دور گردن، سرشانه، پایین بالاتنه و آستین و پهلوها رو برش زدم. خب اینم از الگوی بالاتنه جلو. برای الگوی بالاتنه پشت همون تکیه‌ای که داشتیم رو میاریم و دلا تا میزنیم. الان باید الگوی جلومو روی پارچه قرار بدم. الگوی جلو رو این حالت قرار میدم که وسط جلو باید روی دلای باز باشه برای جا دکمه خور. تنها تفاوت الگوی پشت و جلو در قسمت یقشه. خب من الان پایینشو به اندازه قسمت جلو برش میزنم و برای یقه به اندازه 2 سانتی متر به پایین میام و یک هلالی رو رسم میکنم به این حالتی که توی تصویر میبینید. و الان سرشونه و حلقه آستین رو مثل قسمت جلو برش میزنم و یقه رو این خطی که جدید رسم کردم، یقه پشت با دست یقه جلو کمتر بشه. حالا دولای بسته‌شو هم باز میکنم. این قسمت پهلوهای لباس میشه. خب این از الگوی جلو و این 2 الگوی پشت. الگوی پشت من از قسمت جلو بیشتره که این قسمتشو برای جا دکمه خور جا گذاشتیم. حالا میخوام سجافمو برش بزنم. 1 تکه پارچه رو دلا به این حالت میذاریم و قسمت جلو رو هم اینجوری رویش قرار میدم و یقمو رسم میکنم. بلندی سجافو هم اندازه میگیرم و برش میزنم. این از سجاف قسمت جلو. برای قسمت پشتم به همین صورت پارچه رو دلا تا میزنم و قسمت پشت رو به این حالت روش قرار میدم. یقم رو رسم میکنم و سرشونه رو هر اندازه‌ای که در قسمت جلو برای سجاف سرشونه رو در نظر گرفتم برای پشتم باید همون اندازه باشه. این نکته تمیزدوزی سجافمون میشه. پایینش هم به همین اندازه 1 سانت 3 سانت علامت میزنم و دلای بستش رو باز میکنم و دور تا دور سجاف رو برش میزنم. اینم سجاف قسمت پشت لباسمون هست. خب برای قسمت دامن لباس من از مستطیل استفاده کردم. به بلندی قد دامن
که از خط کمر تا هر اندازه‌ای که میخوایم تا زانوی رون یا پایین تر در نظر میگیرم. من 22 در نظر گرفتم و پهناشو هم اینجوری حساب میکنیم که پهنای مستطیل ها باید 2 برابر دور تا دور کمرمون باشه. پس میشه مستطیلی به عرض 2 برابر دور کمر و بلندی قد دامن. خب بریم برای دوختن. از قسمت سجاف استفاده میکنم. سجافا رو به این حالت از قسمت روی پارچه میذارم و دوخت میزنم. برای دوختن سجاف حتما پارچه رو از پشتش قرار بدین و از این قسمتی که خود بالاتنه اصلیمون هست دوخت بزنید، نه از روی اون قسمتی که سجافه. اینجوری تمیزتر در میاد. دور تا دورش رو که دوختم باید چرت بزنم و دوخت نیش بزنم. اگر آموزش کامل دوخت سجاف و دوخت نیش رو میخواین توی کانالم یه ویدیو هست که لینکش رو این بالا میذارم. خب این دوتا مستطیلی که برای دامن بره‌ای زده بودیم رو دو طرفش رو دوخت میزنم و سردوز میزنم. اینجا دوخت نیش روی سجاف هم زدم و سردوز سجافا رو هم زدم. حالا باید سجافا رو اتو بزنم و بعد سرشونش رو به صورت مخفی بدوزم. برای دوختن سرشونه قسمت پشت رو روی قسمت جلو میذارم و سجاف قسمت پشت رو برمیگردونم به سمت قسمت جلو و یک دوختی رو روش میزنم. اینجوری درز سرشونه ما مخفی میشه. اینجا رو دقت کنید که چطوری سجاف قسمت پشت رو میاریم روی جلو. خب الان به اندازه جای دوختی که گذاشته بودیم سرشونه ها رو با هم میدوزیم. خب اینجا درزی که دوختم و بازش میکنم و میبینید که درز سرشونه‌مون مخفی شده. برای این قسمتش هم سرشونه رو به همین حالت مخفی میکنم و دوخت میزنم. خب اینجا سرشونه‌مون مخفی دوخت زدم و میمونه قسمت آستین. برای آستینش من یک نواری رو 10 سانت بلندتر از بلندی حلقه آستین برش زدم و پهنای 4 سانتی متر. برای هر کدوم از آستینا نواری به بلندی 24 سانتی متر و پهنای 4 سانتی متر. بلندی حلقه آستینم 14 سانتی متر بود. 10 سانتی متر برای چین بهش اضافه کردم که شد 24 سانتی متر. حالا با پایه لوله کن چرخ دو طرف پایین این نوارها رو میدوزم. آموزش کامل دوخت با این پایه چرخ رو توی کانالم میتونید ببینید. اول پارچه رو دو لاتا میزنم و بعد به این حالت دوختش میکنم. بعد که پایین هر دوتا رو دوخت زدیم باید از قسمت دولای بازش به این حالت هلالش کنیم هر دو سمتشو. خب الان از این گوشه تا پایینش رو دوخت درشت چرخ دوخت شماره 5 چرخ میزنم و نخش رو میکشم تا چین بخوره. حالا باید قسمت راستش رو روی راست حلقه آستین بذاریم و اینجوری با سوزن ترگرد مرتبش کنیم و بعد یک دوخت رو بزنیم. چیناشو با دستم مرتب میکنم و یک دوخت رو روش میزنم. این از آستینم که به پایینش میدم و اتو میزنم. به این حالت در اومد. واسه آستین اون سمتم همین کارا رو میکنم و میمونه دوخت بغل. حلقه آستین ها رو روی هم قرار میدم و پهلو رو به اندازه جای دوختی که گذاشته بودم هر دو سمتش رو میدوزم. بعد از اینکه هر دو سمتش رو دوختم سردوز میزنم و دوختش رو باز میکنم و اتو میزنم. خب بالاتنه من تموم شد. قسمت پشت بالاتنه بیشتر از جلوشه و روی هم قرار میگیره برای جادوگمه خور. خب اینجا یک سمت جادوگمه خورمون رو اینجوری میدوزم تا روی هم قرار بگیره و یک سمتش سردوز خالی کافیه. پهلوها رو دقیق روی هم قرار میدم و هر چقدر زیاد اومد میشه جادوگمه خورم. اون قسمتی که از رو دوخته بودم برای بالا استفاده میکنم. پایینشو به حالت افقی دوخت میزنم به این حالت
و حالا باید دامنم رو به بالاتنه وصل کنم. از این قسمت بالای دامن شروع میکنم و به اندازه پایه چرخ با دوخت درشت یا شماره 5 چرخ دوخت میزنم هر دو سمتشو و بعد درزهای بغل دامن رو روی درزهای بغل بالاتنه قرار میدم. بعد قسمت راست دامن و راست بالاتنه روی هم قرار بگیره و درزها دقیقا روی هم. به این حالت سوزن ترگرد میزنم. بعد یک سمت نخ رو میکشم و دامن رو به اندازه بالاتنه در میارم و چیناشو با دست تنظیم میکنم و دور تا دورشو دوخت میزنم. خب اینجا چینا شد، با دست تنظیم کردم و دور تا دورشو از روی چینها دوختم. الان اگه لباس رو راستی کنیم میبینید که به این حالت در اومده. درزای بغل دقیقا روی هم قرار گرفته و پایینش هم به اندازه بلندی دامن تا میزنیم و دوخت میزنیم. خب الان میمونه او توی قسمت پایین و او توی چیناش و این قسمت بالا سجافش رو باید پس دوز کنم. خب اینم از لباس ما که تموم شد. پشتش هم باید دکمه بزنیم. هر نمونه دکمه‌ای که دوست دارین 3 تا باید بزنیم.